پس از چند لحظه ای سکوت، پس از فوت 300 جنگاوری دلیر و ناترس، نسیمی بحر بتون با تبدیلی یافته از صدای غضب قربانیان، از نزدیک شوی طوفان آزادی، عدالت و انتقام درک می‌دهد. چیزی نمیتواند پیش راه ما را بگیرد. من هم بر ضد یونانیان می جنگم. آن مرگ و بی سر و سامانی را می آورد. بله، می آورد.